دبه‌های بزرگ انباشته از پهن حیوانات در کنار تجهیزات مدرن بسته‌بندی به دور از چشم دستگاه‌های نظارتی حکایت از خبری تأسف‌بار داشت. فضولات حیوانی با این خاکی شده. اون شیره هم بهش اضافه میشه. تعدادی سودجو در یکی از شهرک‌های دامپروری دسفول مکانی اجاره می‌کنند و با مقداری اسانس و افزودنی‌های دیگر تنباکو با رایحه‌های مختلف و البته بازارپسند تهیه می‌کردند. این طعم 7 میوه‌شه، آماده استفاده هست. مقادیر زیادی توتون و تنباکو غیر مجاز به ظاهر خارجی که با فضولات حیوانی هم اینا درست می شدن توقیف شد. 4 نفر متهم در این راستا دستگیر شد. افرادی که اینجا کار میکردن کاملا ماهرانه در بسته‌بندی‌های شیک تنباکو رو وارد این جعبه ها و قوطی‌ها می‌کردن. نمونه‌اش ببین هم تاریخ انقضا داره هم تاریخ تولید. فعالیت این کارگاه‌های کاملا غیر مجاز و غیر بهداشتی تولید تنباکو هشداری است به جوانانی که قلیان را به عنوان یکی از تفریحات خود برگزیدند.